آیا می‌دانی که دردناکترین نیش جهان از یک مورچه است؟ بله، نه مار و نه عقرب، بلکه یک موجود کوچک به نام مورچه گلوله‌ای. نیش این مورچه مثل یک شلیک گلوله بدن را می‌سوزاند و قربانیان می‌گوید حس می‌کنند آتش از رگ‌هایشان عبور می‌کند و این درد تا ساعت‌ها ادامه دارد. به همین دلیل دانشمندان در سطر جدول نیش این مورچه گلوله‌ای را گذاشتند. اما ترسناکتر از نیشش رسم عجیب است که در آمازون وجود دارد. قبایل بومی صدها مورچه گلوله‌ای را در دستکش‌های بافته می‌ریزند و نوجوانان باید دستشان را داخل آن فرو کنند و نیش‌های جهنمی را تحمل کنند. بعضی‌ها از حال می‌روند، اما اگر کسی زنده بیرون بیاید او را یک جنگجوی واقعی می‌نامند. فکر کن، مورچه کوچک می‌تواند قوی‌ترین انسان‌ها را به چالش بکشد. این است قدرت وحشتناک مورچه گلوله‌ای.